It's very seductive. And the fascinating thing about near-death stories is that they want to go toward the light, and when the doctor is bringing them back to consciousness in the ER room, they feel a reluctance to leave. چه در یک شهر مدرن غربی و چه در یک روستای دورافتاده تبت، یگانه واقعی ماندگار تمام بشریت معمای مرگ است. مرگ به سراغ دهکده‌ای در تبت روستایی آمده است. شاید زمانش دیروز باشد، شاید قرنها پیش. در تبت مناسک مردگان دست کم 600 سال است که بدون تغییر ماندند. مرد جوانی در دهکده مرده. خانواده‌اش مراسم عزاداری را برگزار می‌کنند و برای تشییع پیش رو آماده می‌شوند. مادر فرد درگذشته به دنبال راهبان بودایی محلی یا لاماها فرستاده است. راهبان برای خواندن کتاب مردگان تبت و اجرای مراسم وارد شدند. سخنان آنها قرار است تا مرده را در جهان وحشت انگیز بعد از مرگ راهنمایی کند. ای شریف زاده، تو از این جهان رحلت میکنی، اما تو تنها نیستی. مرگ به سراغ همه میآید. یک تجربه وحشت انگیز. In the Bardo, they can see lots of different lights, different images, lots of confusion. Also has lots of fear. تنها کتاب مردگان تبت است که میتواند روح را به سلامت به زندگی جدید راهنمون کند. برای درک قدرت کتاب مردگان تبت ابتدا باید ریشه هایش را فهمید. تبتی ها به گونه‌ای به آیین بودا، یکی از ادیان بزرگ آسیا، اعتقاد دارند. این مذهب در حدود 500 سال پیش از میلاد مسیح آغاز شد با تعالیم یک مرد مقدس هندی که پیروانش او را با نام بودا یا یگانه هوشیار شده می‌شناسند.